سلام، روزتون بخیر. آدم ها نمیتونن از کسی که دوستشون دارن دست بکشن. یعنی اگه خودشون هم که بخوان، دلشون اجازه رو بهشون نمیده. واقعیتش اینه که شاید برای چند ساعتی عصبانی بشن، اظهار بی‌تفاوتی کنن، یا به خودتون اینو تلقین کنی که دیگه پیگیرش نیستی، دست برداشتی ازش. اما این دل وامونده مگه دست بر میداره؟ مگه این دل کنده میشه؟ هزار بارم که خودت رو راضی به این کنی که برات مهم نیست و بهش فکر نمی کنی، اما با یک بار دیدنش یا شنیدن صداش یا حتی رسیدن یک پیامک ازش، قلبت شروع میکنه به تپیدن. میتونی صدای قلبت رو بشنوی، ولی یک نفر از ته دل دوست داشته باشی، دیگه گذشتن ازش ممکن نیست.